بیننده ویژه برنامه تکیه خانه هستیم و همونطور که در جریان هستین ما امسال افتخار یاد بود از علمای پیشگام را در این فصل برنامه تکیه خانه داریم و امشب صحبتی خواهیم داشت در خصوص زندگی نامه شهید آیت الله شیخ محمد امین افشار. شهید آیت الله محمد امین افشار کابلی در سال 1288 هجری خورشیدی در کابل زاده شد. علوم دینی را نزد اساتید برجسته چون آیت الله حجت کابلی و در نجف نزد آیت الله نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و قاضی طباطبایی آموخت و به درجه اجتهاد رسید. پس از بازگشت به کشور در مزار شریف و کابل به تدریس، تبلیغ و ساخت مساجد و مدارس دینی پرداخت. در قلعه فتح الله کابل مدرسه، کتابخانه و حسینیه بنا کرد و با سخنرانی‌های تأثیرگذار مردم را به علم آموزی و دینمداری دعوت نمود. از آثارش تقریرات دروس اساتید نجف و شرح فواید الاصول است. ایشان در سال 1357 توسط رژیم کمونیستی دستگیر شد و به درجه رفیع شهادت رسید. یادش به عنوان عالم برجسته دینی در افغانستان همچنان ماندگار است. برای آشنایی بیشتر با شخصیت و خدمات این روحانی جلیل القدر و شهید اکنون در خدمت جناب حجت الاسلام شفیق الله آگاه از شاگردان فرزند ایشان و مسئول حوزه علمیه مهدیه که توسط حضرت آیت الله شیخ محمد امین افشار تأسیس شد هستیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و خیلی خوش آمدید. علیک السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما اساتید محترم و همه حضار و بیننده های عزیز تلویزیون تمدن. تسلیت عرض می دارم ایام عزاداری آقا سید الشهدا علیه السلام محضر همه شما. سلامت باشین. جناب استاد در خدمت هست. در رابطه با فعالیت‌های علمی و اون مقامات علمی حضرت آیت الله اول یک روشنایی بندازین. حضرت آیت الله العظمای افشار در شرق کابل یک پناهگاه بودن بر مردم و عزیزایی که در شرق کابل زندگی کردن میدانن. گفت یک وقتی یک کس بسیار مضطر وارد شد بر آیت الله عظمای افشار. گفت آقا خانه ما آتش گرفته چیکار کنم؟ گفت آقا قلم و کاغذ برداشت نمیدونم چی نوشته کرد. گفت برو این کاغذ داخل ما آتش بنداز. گفت بنده خدا حرکت کرد رفت. دقایق بعد برگشت شروع کرد دست حاج آقا رو بوسیدن، سر و صورتش بوسیدن. گفت حاج آقا تا او پرزه رو داخل آتش انداختم آتش کاملا خاموش شد. میخوایم محضر شما دوست عرض کنم که آیت الله عظمای افشار شاگرد سید علی قاضی بودن، به اون مقامای معنوی رسیده بود که بزرگوار در سال 1288 در منطقه افشار شهر زیبای کابل چشم به جهان گشود. حضرت آیت الله العظمای شهید افشار فرزند آجی محمد نبی افشار هست. از مؤمنین و مخلصین اهل بیت علیهم السلام شخصیتی بوده که تجار پیشه بوده، در کنار که مؤمن است، متدین است، خداجو هست، گاه گاهی به سمت شمال مسافرت میکرد و این پسری که به دنیا آمده اسمش گذاشت محمد امین. این پسر 12 ساله شده. بعد در یکی از سفرهای سمت شمال این پسر با خودش میبره. بعد که عادت داشته میرفته مسافرت به دیدار علما میرسید. گفت رفت محضر حضرت آیت الله سید عالم بلخابی که خودش امروز قبرش و مزارش زیارتگاه خاص و عام هست و مردم گاه گرفتاری پیدا میکنن، مراجعه میکنه به این عالم بزرگوار و گره از کارش باز میشه. محضر این عالم نورانی رسیدی. عالمم از او علمای زبردستی است که تا به این پسر نگاهی انداخت، ذکاوتش دید، گفت این پسر به درد دین میخوره. از آجی محمد نبی افشار خواهش میکنی پسرت بگذار پیش ما طلبه بشه درس بخوانه. آجی محمد نبی هم که مؤمن است و متدین قبول میکنه. بعد چند سالی حضرت آیت الله العظمای شهید افشار محضر
عالم جلیل القدر سید عالم بلخابی درس میخوانه، بعد مدیریت مدرسه را به دست میگیره و چند سال میمانه. خلاصه مطلب از بلخاب دوباره میای کابل، چند سال در حلقه درس حضرت آیت الله العظمای سید میر علی احمد حجت رضوان الله تعالی علیه تلمذ میکنه و بعدش چون تشنه علم و دانش هست مسافرت میکنه به دیار آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام نجف اشرف. چند سالی در نجف اشرف عزیز دل ما عرض کرد محضر از دروس فقه و اصول، البته درس خارجه، محضر حضرت آیت الله العظمای نائینی که استاد آیت الله خویی و استاد آقای خویی هم استاد آیت الله العظمای سیستانی عزیزان میدان اونجا تلمذ میکنه و همچنان محضر آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، حضرت آیت الله ضیای عراقی و علم عرفان یاد میگیره از علامه سید علی قاضی طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف. اگر در این رابطه هم بگین مبارزات ایشان، منابر ایشان در یک تایم کوتاه ممنون میشه. نقل کردن که وقت علامه بلخی رضوان الله تعالی علیه در قید و بند حکومت او زمان شد، بعد گفتن جای آقا رو کی پرخواد کرد، حالا چیکار میشه؟ بعد دعوت کردن از حضرت آیت الله العظمای شهید افشار، بعد دیدن که آنچنان صحبت‌های کوبنده داره که جای آقای بلخی دیگه خالی نمیمانه. از او دوران شروع میکنه آقا صحبت کردن و مبارزه را در منطقه کل شهر کابل، علی خصوص منطقه وزیرآباد که مسجدا خرد بود، گاهگاهی مؤمنین در خانه هایشون مجلس میگرفتن، از بس جمعیت می آمد، اکثرم جوانا و دانشگاهی ها در او زمان. بعد از محضر آیت الله افشار و منبرای کوبندهشون استفاده میکردن در حدی که دیگه این خانه ها و این مساجد آقا ظرفیتش نداشت. بعد در فکر افتاد حضرت آیت الله عظمای افشار رضوان الله تعالی علیه باید یک مکان بزرگی را تأسیس کنه و در سال 1347 هجری حسینی امی قلعه فتح الله را بنیانگذاری میکنه که خود حسینی یک دانشگاه بزرگیه. آقای استاد حسینی بزرگوار میخوایم این خاطره را عرض کنم که میلیون ها افغانی مصرف شده، 300,000 متر مربع طول و عرض حسینیه و حوزه علمی مهدیه و همچنان سالون زینبیه که کتابخانه و اینا داره. یک پول گزاف مصرف شد، این بارگاه درست شد. بعد گفت یک کسی محضر آیت الله افشار بعد از آقا افتتاحش آمد، این مکانه که نگاه کرد به این عظمت، این مدرسه و زینبیه و آقا کتابخانه را، بعد این سالون بزرگ حسینیه را نقل میکنن، نگاهی به حضرت آیت الله عظمای افشار انداخت، گفت حاج آقا اینقدر پول مصرف شد، این مکان بزرگ تأسیس کردین، درست کردین، ای کاش یک کارخانه یا فابریکه درست میکردین. گفت آیت الله عظمای افشار یک نگاهی انداخت، لبخندی زد، گفت ما هم کارخانه درست کردیم اما کارخانه آدم سازی. ما میخوایم عرض کنم محضر دوستا که از این حسینی مقدس قلعه فتح الله و حوزه علم مهدیه شاگردان تربیت شده و اساتید بزرگوار اونجا تربیت شده، از خود حسینیه کسایی بیرون شده که واقعا چقدر درس دین آموختن، چقدر مردم امروز میان مسائل شرعیشان یاد میگیرن. از اونجا منبرهای کوبنده حضرت آیت الله العظمای افشار دقیقاً واقعا یعنی همون کارخانه انسان سازی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
ربهم يرزقون. تشکر. استفاده کردیم از محضر سرور عزیزمان حضرت حجت الاسلام شفیق الله آگاه. خداوند شما را حفظ بفرماید و انشالله خداوند متعال روح ملکوتی شهید آیت الله محمد امین افشار را غریق رحمت بفرمایند. سلامتی همه علمای کرام، صلوات بلند ختم بفرمایید. الله صل علی محمد آل